ولی ما داخل مریخ هستیم. خب حاج داخل مریخ چجوریه؟ چی؟ خب اینو میزنیم ستوری مود یا فری پلی مود. بذار همین بزنم. کل شد. چی شد؟ چرا اینجا شد؟ تا چند دیگه بازی شروع میشه. یا ابوالفضل اینجا کجاست؟ چرا اینجا قد فرق کرده؟ این چسته چی داره؟ چی؟ گیود بوک؟ این چیه؟ این راهنمای بازی که من نمیتونم خارجی بخونم. نمیدونم چجوریه. آقا چیکار کنیم الان؟ اینا چیه؟ طول و اینا چیه؟ کمپرس چیه؟ خب این نمیدونم کمپرس نمیدونم طول. اوه کلنگو رو حاجی کلنگو رو همه چی برمیدارم. همه رو برمیدارم. اینو که اینجوری میکنه پشمام. الان بگو دستم. الان خب باید چیکار کنم؟ ما این کرافتینگ تیبل چی داره؟ اینجا که تورچ داره. حاجی پشمام تورچ فضایی. چرا باله اینجا این داره باز میشه. آقا بذار این کرافتینگ تیبل رو به خودم بردارم بیارم. کرافتینگ تیبل نامرد بیایم اینم. چرا بال خراب میکنم ولی کارو. انگار واقعا داخل مریخیم. در باز کن بریم اینجا ببینم چی خبره. او چقدر میپریم اینجا. اوه 8 گلدن اپل به دستم. 6 تا استیک. 4 تا گلدن هویج. نه کرت. هویج چیه؟ خب الان فکر کنم باید اینجا خارج بشیم. آره اینجا دیگه کجاست؟ چرا ما تو مریخ اصلا فکر نکنم بتونم اینجا اصلا در بیای. باز کن. او چقدر میپرم. بریم این یکی در باز کنیم تو اینجا چه خبره. چقدر اینجا عجیب غریبه. این چیه؟ چی شد؟ چی نشد؟ خب بذار این محفظه بریم بیرون. اصلا نارو بکنیم. رفتیم بیرون. حاجی اینجا پشما. حاجی واقعا اینجا مریخ رفتی پایین. من اینجا رو چه غلطی بکنم الان؟ اینجا خب من که کلنگ داریم میتونیم داره سل میکنیم. حاجی اینجا حاجی خورشید رو نگاه کن. حاجی چقدر باله. خدای زندگی اینجا خیلی باله. ولی خب به فاک میره اگه در واقع باشه. حاجی خورشیدش خیلی واقعیه. انگار گرافیک دارن رو بازی. بذار برم بیشتر از سنگای اونجا بکنم. دمیج خوبه. حاجی اینه. فانتوم این چیه اینجا؟ حاجی من جونم کمه اینجا. بود سری بریم. زامبی فضایی. من تو رو بزنم. وای آقا قرار نبود دیگه فانتوم فضایی زامبی فضایی بیاد اینجا. بمیر آقا تو تخت خواب چقدر کند راه میری. اینجا تخت خواب نداره. خدایی ده من شیفت گرفتم بابا. اینا صندلی باره. من میشتم حاجی موتور فضایی صندلی فضایی داده من باله. این دیگه چه خریه؟ بگو نه چی؟ تو چی هستی؟ خریه نام فضایی. حاجی این الان باید چیکار کنم اینجا؟ این میز داره. حاجی این من این چستر رو بگیشم. مثلا چستر رو بگردم چی داره تو اینجا هم غذا داره. خوبه چستر باحال چیده غذاش. خب همچون که پخته شده است. پس خیلی قراره بهمون خوش بگذره اینجا. چرا ردستون داره اینجا. بذارم تو این یکی چستر رو بگردم. اوه چقدر غذا. 23 تا دون دارم. 16 تا گلدن اپل دارم دیگه. 15 تا این مرغا. این سیب زمینی سرخ کرده. خیلی خوشمزه. باشه بریم بخوریم. پس برم اینجا برای جرم چسته. 14 تا مسته. چقدر نون زیاد دارم. نون با پایین بریم بخوریم. مزه صبحونگی بده.
اوه اینجا یه چیز دیگه هست. آجا قطعا تا یه تبر یه کلنگ که داره یه شمشیر یه تجهیزات و یه آرماری بده. بابا اینا رو چه من به چه کارم بیاد آخه اینا؟ اومدی بیرون اینجا. اوه یه چیزی که روش نوشته. اوه اینا چیه؟ چی هستی؟ چه دیلینگ مارچی شده؟ انشه بذار همه این انا رو بردارم. روتر چی هست اصلا من نمیفهمم یعنی چی. این اصلا چیه؟ چی بره فرنگیه رو؟ اوه 2 تا این چیز دارم. حالا برم این یکیش سر بگردم. اینا ها دیگه ایونتوریم که کمون داره پر میشه. ایونتوریم چرا این گانمونوزی چجوری اینا حالا استفاده کنم؟ اصلا من الان تازه اومدم رو مپ. اصلا چجوری باید بازی کنم اینجا؟ چقدر دایمه. چی بود؟ بابا فانتا فضایی دوباره اومد. خدایا من چیکار کنم باید؟ اینا چه تفاوت اوه شورت من بدی. چه شنگی بینه. گو خورم فقط بارو گم شکنه بیر. اوه خوردش. اوکی مردش. بعد جای تخت نداره این چی اصلا؟ ویلیجر نداره اینجا باش ترید کنیم. انویل چی اجاق گاز داره. اجاق گازشو من اینا رو نگشتم. بذاریم بیاد اینجا. اینجا الان من نمیدونم اینا برای چیه. بذار حالا من یکیشون رو امتحان کنم. نه برای چیه. سفینه فضاییه. وای خدایا کردم. خدایا من چه اشتباهی کردم. خدایا چی اسکلتون فضایی هم دارن یکیه. وای فقط الفرار یه دونه اینا بذار فقط بریم. آقا بریم آقا برو بریم. وای خواهد نریم هوایی رو به فرما بریم. آقا بریم. چیه اون باره بریم. دیشو آقا فانتوم اینجاست. بپایین. وای من میمیرم. کلش بریم فقط خیلی داخل خونه که یه از به فوکش داریم. وای چقدر سخته باز اینجا. نو اینجا این چیست خوشگل دارم. بعد چیه اصلا اینجا چیه؟ اسکیل تورچ دارش اسم. واه چقدر بومبیل 54 تا فقط بومبیل دارم. بومبیل به چه کارم میاد؟ فکر کنم فهمیدم. باید با این بومبلا این چیبا رو رشد بدیم. بعد چوب بکنیم و وسایل مورد نیازمون رو درست کنیم. اینجا همه چیز دارم ببینم. تو یه چیز خوب بده دیگه. چیز خوب بابا همش غذا. من غذا نیاز ندارم دیگه. مرسی. آرمون چه بذار دارم جای چنته کلنگی که دارم دیگه. حاجی چقدر بابا ایلایتراس این عجبم ایلایتراده. حاجی الان دیگه قدقاتا دارم پرواز میکنم. باز برم بیرون گشتی بذارم بیام قشنگ. مشکل حاجی سیک داره. حاجی سیک داره بشما. این چیه؟ سیاه اوزوغار خوب بزن جوش. اینجا که پس نمونه. این نمردمونه. نه ای بابا قاطی کردم. بذار اینجا رو بپوشم. قلبم چقدر کمه. این شلوار گلدیه. الان من این الکترا رو تنم کنم یا چی؟ بذار اینو تنم کنم. برم بیرون ببینم چجوری میخوام پرواز کنم. این چه دیگه؟ خودی فانتوم اینجاست بگم. این دیگه چیه؟ آقا این دیگه چه مرضیه؟
باید واسه این بالا برو دیگه بابا، چه آقا با فرار کنم اسکل. آقا چرا نمیری بالا؟ بذار دو تا کلک کنم، بذار این بلکا بکنم ببینیم اینا رو. اوه نظر بیشور جود ندارم. چه اصلا ایلاتی اصلا کار نمیکنه. بگم باید برم بشوشه درست کنم. خب بکر بریم داخل. بکر بریم داخل. بریم اینجا. برای پارتای بعدی بچه حتما ویدیو رو نگاه کنید، سابسکرایب کنید تا پارتای بعدش هم براتون بذارم. هیچ چیزی نبود. آقا سوار این ماشین فضاییمون بشیم، صندلی فضاییمون خیلی باحاله ایست. آقا بذار چند تا از این گلدن اپلو بخورم. شاید الان تو گلدن اپل فضاییه. یه دقیقه قلب اضافه کرد. بچه تازه فهمیدم که غذا خیلی بهمون خوب کمک میکنه. من هر چی غذا بخورم این قلبم بیشتر میشه. الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تا قلب دارم. اون تختمه. آجی تختشو باله. کشو داره. خب بگی بخواب دیگه شبه هوا. اینجا چیزی تو فکر نظری نه. من گشته باره گشت. الان که دیگه هوا روزه بری بیرون. حاجی اینجا فرمم دارن. اینجا دیگه بهشته برای من دیگه، برای همه چی گذاشتن. باید بریم کیف کنیم. فقط باید مراقب باشیم نمیریم. آقا دوباره فانتوم. حاجی چقدر گونده است اینجا. ای حاجی اسپایدر فضایی چقدر زیشته. حاجی شبید مگسه. خب دوستان تا پارت بعدی حتما منتظر پارت بعدی باشید. براتون خب میزنم ویدیو بلند بشه. خب برید حتما نگاه کنید، کیف کنید تا پارت بعد. فعلا خدا نگهدار.